دیدار حساس پرسپولیس و شاهین که امیدوارم این نام به دیدار زیبای پرسپولیس و شاهین انشاءالله تغییر صفت پیدا بکنه. محمد خانی در جبهه راست صاحب یک توپ هست، برای زیا مجزم پشت محمد، فرصت برای پروین و توی دستای شاهنباتی ضربه پروین جای میگیره. مهدی دین ورزاده یه توپ بلند رو میفرسته که پنجلی دور میکنه و قلعه‌نویی ضربش به اوت میره. حالا ناصر کماکان صاحب توپ هست، عبداللهی راهشو میبنده، توپ به پروین میرسه، داخل محوطه، فرصت برای شوت داره، برخورد میکنه، عبداللهی میاد و توپ رو جمع میکنه. زمین میگذره رو در حد توان توضیح بدم خدمت بینندگان عزیز. یه توپ میمد که سلطانی جمع میکنه و پیوس بلند شدن و سلطانی صاحب توپ شد. طهماسبی، پیوس توپشو میگیره، کنارش پازوکی رو داره، خود پیوس وارد محوطه جریمه میشه، فرصت برای شوت داشت و ضربهش به عنوان بهترین بخت تیم فوتبال شاهین از ابتدا تا به اینجا فرشاد پیوس به اوت میره. مایلی کاهن فرصت برای شوت داشت، حالا یه توپ برای زیا عربشاهی، زیا عربشاهی حجت شاهنباتی دروازه‌بان جوان شاهین میره که در مقابل ضربه پنالتی علی پروین ببینیم چه میکنه. میزنه و خلاف حرکت شاهنباتی پروین پنالتی رو به ثمر میرسونه. یه توپ برای درخشان با عبداللهی کار میکنه، هنوز خود درخشان صاحب توپ داخل محوطه میشه، هنوز توپ در اختیار داره، فرصت داره، حمید درخشان یار نه پرسپولیس عبداللهی رو در رو داره. یه توپ برای ناصر محمد خانی و توپ دروازه شاهین. گل دوم پرسپولیس از ضربه ناصر محمد خانی از یک زاویه بسته. ناصر محمد خانی صاحب توپه، هنوز او توپ رو در اختیار داره، بسیار خوب میندازه فتح‌آبادی توی دروازه و گل سوم پرسپولیس از کار تماشایی ناصر محمد خانی. پروین کرنر را خواهد زد، حالا میفرسته درخشان جلوی دروازه و حسن‌زاده و گل چهارم در شرایطی که جواد محمودی دروازه‌بان شاهین هنوز توپی رو لمس نکرده بود یک گل رو دریافت میکنه. درخشان یه لحظه من به خاطر مسئله که پیش اومده بود بازی رو از دست دادم، بر صورت دنبال میکنیم در شرایطی که پس درخشان پازوکی باش حرکت میکنه، حالا دور میزنه پازوکی رو، پاس خوب به حسن‌زاده، فرصت برای زیا عربشاهی، تیر دروازه میخوره در برگشت، پروین موفق میشه که گل ششم پرسپولیس رو به ثمر برسونه. کار زیبای حمید درخشان. قلعه‌نویی به شکل پاس برای پازوکی و ضربه اون مستقیما توی دستهای سلطانی جا میگیره. امیر قلعه‌نویی کنار پازوکی و سرانجام پازوکی موفق میشه که در 44مین دقیقه بازی تنها گل شاهین تا این لحظه رو به ثمر برسونه. به هر صورت دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شاهین با حساب 6-1 پایان میپذیره.